پس وقتی عبدالرحمن برآمد میکنه بر علیه رحمان و مادری او چی گناه داره؟ یعنی زندان کردن و بازداشت کردن یک ناموس یک مادر بدونه که برای انسان مسلمان چقدر یعنی که وزمین است. اگر شما مادری اون سر نتیه و این کار با دیگر مخالفا کردید و خدا قسم رژیم رحمان ثانیه به ثانیه سقوطش نزدیک می شود. رستم آزاده این کارهایی که انجام داده هستند برای سقوط رژیم شما است. این کارهایی که مقامات امنیتی مقامات قدرتی و وزارت کارهای داخلی انجام داده هستند بدانید که سقوط رژیم خوناشامی پدر رحمان فی الکش پدر لعنت ولزینای خدازاده به صاحب اوق پدر نزدیکتر شده است. رستم کود نمیفهمه گل از زدگی پیونه یک آزاده تو فشاری کوفی آزاده تو میفهمی کو ما پلانای تو را برای آینده فهمیده هستیم که چیکار کردنی. پس تو با همین حالتی که انجام داده هستن مادر و زن هستی خودت تو را کپم برای رستت کنن اگر چند چیکار میکنی شکم دم کردی کپم برای رستت کنن چیکار میکنی آزاده دیختر تب کپم برای رستت کنن چیکار میکنی یا بر کم طرح فکر که عزیز ما را کپم برای آزاده رست کنن چیکار میکنی یک بار آزاده کم طرح فکر که عزیز ما اوچت در جای اوچه عبدالرحمن مو اوچت عزیز ما را اونم مادر 7 تا پرستیتوت کرا فکر که قطعی 8 تا صندوقی حرامی دادن دیگه داره که تقادری که همه تویشون یعنی که تاراج داره اما عزیز ما را قطعا برای رست کنن چیکار میکنی تو دختری ازبک بیره قطعا برای رست کنن چیکار میکنی کو گبزن انا مادر عبدالرحمن را در جای همین بمانه که آزاده بعد خودت بیس فکر که چیکار کرده ایسا یعنی چی حالت به سر تو میآید با فکر داشته که مادر قدر نداره میدونم من داشته اگر مادر قدر میداره تو خودت مادری یکی تو مادر را زنکایی که پیشت میروند حقارت کردگی سرشون کردگی ما میدونیم که داشته زنی این ملت مادری این ملت قدر نداره ولی بار دیگر تربا یعنی که خداوند میگه فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین بیاد میاریم برای که بیاد آوردن برای مؤمنان نافع است. خوب دیگر اگر یعنی که زن باشی و مادر باشی و 5-6 سالگی تولد کرده خیلی بفهم که این مادر ای قبضه برده رستش کرده پس این مردم وقتی که یگان کار کردن پس بدون که در اینجا یعنی که حکومت شما ای گناهگار در این قضیه مردم با عزت نفسشون و با ناموسشون دست نرسید.